سلام خدمت همه بیننده های برنامه قینوسیو. امیدوارم سر چنگ باشین. امروز گپ و گفتی خیلی ویژه با یک مهمون خیلی ویژه داریم. موضوع برنامه این هفته تولیدات شرکت خودروسازی بیلا خودروه که دغدغه جمعیت زیادی از شماها بوده. معرفی میکنم خانم ها، آقایان، این شما و این شیخ و نبات. بله سلام، بنده معترضم. اصلا وضعیت جنس به حدی تیره و تار شده که تا به مصرف نرسه شما اصلا نمیدونی چی تو دستته. موضوع برنامه تولیدات کارخانه بیلا خودرو بود. مراقب باشید که چیز بیشتری نگید لطفا. او رو بگی. بله آقا، وضعیت واقعا اسفناکه. آفیسر خودم 4 سال پیش یه بگا پلاسی ثبت نام کرده، هنو کامل به دستش نرسیده. اولا که 200 با هوا اسدوده، 4 ماه بعدش بگاش فرستادم، ما تا با هنو پلاسی ندیدیم. الان 4 سال که با همون بگاهی که داریم جابجا میشیم و هر ماه هم ما تفاوتش پرداخت کردیم. البته ما همچی بی پلاس هم نیستیم. امروز یکی از دوستان بساطی داشت، ما اونجا خودمون پلاس کردیم، اتفاقا جنسش هم بنده بود. شیخ و نبات چی دارین میگین؟ به بحث اصلی برنامه بپردازین. بیلا خودرو. خلاصه آقا سرتون درد نیارم، بد بگا پلاسی بود. بله، متاسفانه تجربیات تلخی رو از شیخ شنیدیم و امیدواریم برای هیچ کس این اتفاقات پیش نیاد. فقط چون وقت برنامه تنگه، شیخ به عنوان سوال آخر فکر میکنید علت انتخاب اسم برای این کارخانه چی بوده؟ بالاخره شما در فرهنگ و ادب دستی بر آتش دارید و سر در میاد. خواهش میکنم نظر لطف دونه. منم به احترام برنامه صحبتم رو در 2 بیت خلاصه میکنم. به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد، سایت باز بود شانس من هرچند نشد. خواهی که سوار خود روی ناب شوی، بنده گویم که بیلاخ تو برو خود را باش. بسیار ممنونم شیخ، فقط شعرتون کمی ایرادات محتوایی داشت ها. شما حالتون خوبه؟ حرف دهنت بفهم، مردی که نفهمه نپا منقل بلند کردی وردی بگی شعرم مورد داشت. به ساعت جمع قمارتی که سوسول یه